بسم الله الرحمن الرحیم. سورة هود علیه السلام، آیه مبارکه 98 الی 108، صفحه 233. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله متعال در آیات قبلی داستان حضرت موسی علیه السلام را بیان فرمود که فرعون و بزرگای فرعون کلانایش را به سوی توحید فراخواند، اما اونا نپذیرفتند، پیرو فرعون شدند. الله در این آیات مبارکه بیان میکنه که در روز قیامت فرعون پیش و کسانی که پیروش بودند در عقبش به جهنم انداخته میشن. در دنیا هم مورد لعنت قرار گرفتند، تا روز قیامت همه فرعون لعنت میفرستند و در آخرت هم الله میگه لعنت میشن و به جهنم انداخته میشن. و حالت جهنم را الله متعال بیان میکنه و این هم الله بیان میکنه که انسان ها در روز قیامت به دو بخش تقسیم میشن. یکی انسان های شقی هستند که بدبخت هستند، در دنیا اعمال صالح را انجام ندادند، معصیت کردند، کفر ورزیدند. دوم انسان های سعید خوشبخت هستند که در دنیا نیکی کردند و با خدا بودند. سرنوشت بدبخت ها به جهنم و انسان های صالح و نیک به جنت را الله بیان میکنه. الله متعال می فرماید یقدم قومه یوم القیامه. یقدم پیشا پیش قرار میگیره فرعون قومه از قومش یوم القیامت در روز قیامت. فاوردهم النار، پس الله اونا را در آتش داخل میکنه، در جهنم الله داخلشان میکنه. و بئس الورد المورود، و بد جای وارد شدن است برای کسایی که در دوزخ وارد میشن. آن الله ای را بیان میکنه که و اتبعوا و فرا گرفت ایشان را فی هذه دری دنیا لعنتا لعنت. هر کس که فرعون را یاد میکنه لعنت برش میفرستد. و یوم القیامت، و در روز قیامت هم شامل لعنت الله قرار میگیرند. آن الله بیان میکنه که بئس الرفد، چقدر عطا و بخشش بد است المرفود که به آنها داده میشه در روز قیامت. وقتی که رب العالمین در سوره مبارکه هود نبی 7 داستان انبیاء علیهم السلام را ذکر میکنه، آن الله حکمتش را بیان میکنه که قصه های افسانه‌ای نیست که در قرآن ذکر میشه، بلکه همه درس و عبرت برای انسانهای مثل فرعون هست که باید بگیرن. ذالک این است من انباء القرى، از اخبار قریه ها، نقصه که بیان میکنیم آن را علیک بر توی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. منها از این قریه ها قائم اتر قریه هست که محکم مانده تا بال رحم. وقتی که به کشورهای عربی سفر میکنین امو اماکنی که عذاب الهی مانده، قسمت خانه هایشان باقی مانده که سنگی هست و حصید، و قسمت هم که درو شده و از بین رفته است، اونا هم به معالتشان تا روز قیامت مانده. آن رب العالمین اینا بیان میکنه که اینمی کار نتیجه عمل خود انسان ها هست. و ما ظلمناهم، ما ظلم نکردیم به اینا، ولکن ظلمو، لیکن ظلم کردن اینا انفسهم، بالای نفسایشان، اینا خودشان بالای خود ظالم شدن، الله عذاب را آورد. فما اغنت، پس دفع نکرد عنهم از ایشان عذاب الهی را آلهتهم، خداهایشان، سنگهایی که او را خدا میگفتند، التی و خداهایی که یدعون من دون الله، اینا عبادت میکردن اونا را بغیر الله.
الله را عبادت نمی کردن، بتها را عبادت می کردن. من شیء چیزی لما جاء امر ربک، وقتی که آمد عذاب پروردگار تو، امر عذاب الله آمد، این بتها سنگ ها چیزی کردن نتانستن. و ما زادوهم، نه اضافه نکرد به اینا غیر تثبیت مگر هلاکت را، اینا را هلاک ساخت و از بین رفت. و کذالک، و همچنین اخذ ربک، گرفتن پروردگارت، اذا اخذ القرى، وقتی که بگیره الله عذاب بکنه قریه را، و هی ظالمه، در حالی که ظالم بوده باشند. این اخذه، ارائنه گرفت الله، علیم، ذاتی که او علیم است. این اخذه، ارائنه گرفت الله متعال، علیم، دردناک، شدید، سخت است. وقتی که الله قوم را عذاب بکنه، او عذاب الله سخت است و دردناک است. ان فی ذلک، ارائنه در امی ماجرایی که ذکر شد آیات قرآن، لآیه نشان است، لمن خاف، از برای کسی که بترسد، عذاب الاخره، از عذاب آخرت. انسانی که از الله و آخرت بترسه، از این کتاب الله پند میگیرد. ذالک، این است، یوم، روزی که مجموع له الناس، جمع کرده میشد در آن روز انسان ها. و ذالک، و این است، یوم مشهود، روزی که انسان ها حاضر میشوند در پیشگاه الله متعال، همه انسان ها جمع میشوند. و ما نؤخره، به تأخیر نمی اندازیم روز قیامت را، الا لاجل معدود، مگر وقتش که تعیین است. قیامت که تعیین است او می آیم. یوم، اتر، روز است قیامت، یأتی که می آیند، اینا آورده میشن، لا تکلمو، یوم قیامت، یأتی، روز است که می آید امی قیامت، لا تکلمو، تکلم نمی کند نفس، هیچ نفس، الا باذنه، مگر به اذن پروردگار. همه انسان ها در روز قیامت بدون اذن الله تکلم کردن نمیتونند. فمنهم، از امی انسان ها، اتر انسان هایی است، شقیون، که بدبخت هستند، رابطهشان با الله خوب نبوده، اینا در دنیا معصیت کردن. و سعیدون، و انسان های خوشبخت که الله را پرستش کردن با اخلاص. فاما الذین، پس آنان که شقو، بدبخت بودند، ففی النار، اینا در آتش جهنم قرار میگیرن، لهم، از برایشان، فیها، در دوزخ، زفیران، او ناله و شهیق، و کشیدن نفس با آواز بلند، یعنی در آتش که میسوزن او ناله ایشان همه جا را میگیرن. خالدین فیها، اینا همیشه می باشند در دوزخ، ما دامت السماوات والارض، تا زمانی که آسمان ها و زمین دوزخ بوده باشد، یعنی به این معنا که همیشه اینا در دوزخ میمانند. الا ما شاء ربک، مگر آنچه که الله بخواهد، که انسان های موحد هستند که گناه، نظر به گناهشان در دوزخ میمانند و به شفاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرون میشن. ان ربک، ارائن پروردگار تو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فعال کننده لما یرید، آنچه که بخواه الله انجام میتم. و اما الذین، و اما آنان که سعدوا، خوشبخت بودن، اینا نیکبخت بودن در دنیا، ففی الجنت، اینا در جنت قرار میگیرن و جای میگیرن. الله اینا را به جنت میبرن، خالدین فیها، همیشه در جنت میباشن، ما دامت السماوات والارض، تا زمانی که آسمان ها و زمین بهشت هستند. چون زمین دنیا نظامش بر هم میخوره. اینجا مفسرین ذکر میکنه علامه آلوسی رحمه الله در تفسیر روح المعانی که مرادش امو آسمان و زمین بهشت هستند. الا ما شاء ربک، مگر آنچه که الله متعال بخواهد، عطای الله، بخششش غیر مجزوز، قطع شدنی نیست، همیشه بر انسان ها عطا میشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.